سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. برگشتیم مانگای بوروتو دیگه بی چپتر 8. خب بچه چهارشنبه قرار براتون یه ویدیو بذارم، یعنی همین چپتر، که متاسفانه مشکلی پیش اومد نتونستیم ویدیو رو بذاریم، ولی امروز برگشتیم پر انرژی پر قدرت. اینجا میگه تابش نور بوروتو علاوه بر میتسوکی ایدا رو هم تحت تاثیر قرار میدهد. اینجا بوروتو میگه خیلی ساده است، من خورشید تو هم، هر وقت خواستی بیا پیشم. بعد اینجا میبینید که ایدا خشکی زده و میگه برگام بوروتو چقدر خفن شده، وای خدا. اینجا کاواکی میگه هی معطل چی از یال رد میتسوکی رو بزن، نمیخوام بوروتو عوضی قصر در بره. بعد ایدا دست پاچه میگه یه چند لحظه صبر کن. اینجا دلتا میگه چی کاواکی این چه طرز رفتار با ایداست؟ این کارات بد رو مخ منه که چی؟ فکر کردی حس تو واسه من مهمه؟ ایدا میگه پیداش کردم، تقریبا تو فاصله 20 کیلومتری از دروازه اصلی دهکده است. کاواکی میگه نمیذارم قصر در بره، دلتا بیا بریم. بعد پرواز میکنه سمت اونجا که حالا بوروتو هست، یعنی 20 کیلومتری دروازه اصلی دهکده. اینجا دلتا میگه عوضی، با اجازه ایدا بعدن خودم حالیش میکنم. ممنونم دلتا، مراقب باش، هوای کاواکی رو هم داشته باشه. بعد اینجا ایدا یه لاک نشون میده و میگه حل، اونم پرواز میکنه و میره دنبال کاواکی. بعد اینجا دلتا میگه همین که ایدا ازت خسته شه درجا میکشمت. بعد کاواکی میگه وقتی کاری که باید انجام بدم رو انجام دادم خودم گم و گور میشم. بعد اینه که با سرعت دارن میرن و فکر کنم این پا یکی از این باگاست که داره میدوه. حس شیشم حال کردین؟ خدا وکیل خودم این سفر رو ندیده بودم، یعنی حتی تو موقعی که داشتم عکس‌ها رو می آوردم زیاد به این صفحه دقت نکردم، اصلا ندیده بودم. کامنت ها رو پر کنید از سپر پیشگو. اینجا میگه نه تنها درشون بیدار شده، بلکه پروسه تبدیل شدن به شینجو هم مدتی که شروع شده. این ماجرا شوخی بردار نیست، شینجو هر چی که روی سیاره باشه رو میمکه، اینجوری که کار هممون تموم شده است. هنوز فرصت داریم، ولی اگه من یا کاواکی جذبشون بشیم تبدیل به شینجو کامل میشن و میوه چاکرا میده. اون موقع است که دنیامون به پایان میرسه. بابا لایک و سابسکرایب رو بزن بریم ادامه دیگه. به خدا تمام کسی که ویدیومو میبینن 70% منو سابسکرایب ندارن. سابسکرایب کنید که زنگوله رو حتما بزنین ها، که هر موقع ویدیو رو گوشم اولین نفری باشید که میبینید. اینجا قیافه اینا رو میبینید که خودم زیاد ازش خوشم نمیاد، ولی آدم بدی نیست. اینجا یه بحث شینجو شد. کازاماتسوری مویگی یکی از اعضای تیم 10 بعد از اینکه توسط یکی از اون جرم‌های چنگالی جذب شد تبدیل به درخت شده. مشابه هم اتفاق واسه بقیه هم میفته. جریانش چیه؟ جیوبی داره از چاکراشون استفاده میکنه. کسایی که میدونن جیوبی چیه واسه بار هزارم تو این ویدیوها، فکر کنم الان ما اشتباه نکنم 16 تا ویدیو گذاشتیم. تو هر 16 تا ویدیو من گفتم جیوبی چیه. جیوبی میشه 10. بعد میگه واسه همین هنوز زندن، ولی هدف اصلیشون از این کار رو هنوز نفهمیدم. بوروتو تو دقیقاً چقدر میدونی؟ بعد قیافه بوروتو رو اینجا تیکه از چشمش و ابروشو یکی از گوشاشو داری میبینی. بعد اینجا یکی میگه هاچی دامه یه تماس ورودی از طرف کاواکی دارید، بستتون کنم؟ بعد اینجا میگه صبر کن، اینو تیم اسکری میخواد من رو به یه تماس دیگه وصل کنه. صحبتامون که شنود نمیشه، درسته؟ هر ارتباطی که برقرار میشه مجزا و مستقله، پس نگران نباشی. اینجوری فقط تو میتونی صدای هر دو طرف رو داشته باشی. شرمنده بابت تأخیر، میتونی وصلم کنی. اطاعت. کاواکی شیکامارو هستم، چی شده؟ اینجا کاواکی دلتا رو میبینیم. بعد کاواکی میگه ایدا تونسته رد بوروتو رو بزنه، توی بخش جنوبی دهکده است، ازش زیاد دور نیستیم، داریم میریم سراغش. بخش جنوبی دهکده، بوروتو اونجا چیکار میکنه؟ مهمه مگه؟ اول ایدا از بالا بهش حمله میکنه و بعد من وارد عمل میشم و کارشو تمام میکنم. آروم باش کاواکی، نیاز نیست عجله کنی. بوروتو الان خیلی قوی تر شده، منتظر نیروی کمکی بمون. دلت خوشه؟ میخوای دوباره از دستمون در بره؟ اینجا بوروتو رو میبینیم که یه علامت با دستش درست میکنه و میگه به درود هاچی دایمه، بعدم باهات تماس میگیرم. هی هنوز نرسیدی؟ اینجا کاواکی یه دفعه وای میسته و دلتا میگه هی یهو وای نستا. کاواکی میگه عجیبه، حسش نمیکنم. اینجا دلتا میگه شاید اون زودتر تو رو حس کرده.
نه، من یه بار هم نتونستم حسش کنم، پس قانونا اونم نباید تونسته باشه من رو حس کنه. قبل از اینکه من رو حس کنه از اینجا رفته. جدی؟ پس بدشانس بودیم. پس اینجا برمیگردیم که جای ایدا هست و اونجا که ایدا هست میبینیم میتسکی میرسه و اینم ایدا و دیمون. بعد اینجا یه دفعه صورت میتسکی سرخ میشه و میگه اوه ببخشید نمیدونستم اینجا این راستش امیدوارم مزاحمتون نشده باشم. بعد اینجا ایدا برمیگرده و میگه باورم نمیشه همچین کاری با کاواکی کردی. هیچکس با فکرشو نمیکرد. از دستم عصبانی بود. نمیدونم گفت ردت رو بزنم ولی هدف اصلیش فقط پیدا کردن بروتو بود. هم که جاش رو بهش گفتم حرکت کرد. پس عصبانی بودن از من فقط واسهش وقت طلب کردن بوده. بعد اینجا دیمون با یه از خود راضی که ازش متنفرم از دیمون، شما متنفر تو کامنت بنویسید. میگه میگم اصلا از کاری که کردی پشیمون نیستی؟ بعد اینجا میتسکی ادامه میده نه راستش این چیزا اونقدر هم برام مهم نیست. این چیزی بود که تا الان فکر میکردم. ایدا تا قبل از اینکه تو رو ببینم نمیدونستم عشق چجور چیزیه. بعد ایدا میگه الان داری مخمو میزنی؟ شرمنده ولی فقط وقت تو داری تلف میکنی. میدونم که این احساس به خاطر توانایی هست که تو داری ولی در هر صورت ازت ممنونم چون اگه تو نبودی هیچ وقت باعث نمیشد همچین احساس شگفت انگیزی رو تجربه کنم. بعد اینجا میگه شاید چون من یه انسان مصنوعیم موضوع فقط عشق نیست، من حتی خودم هم درست حسابی نمیشناسم. بچه اگه نمیدونید که میتسکی واقعا انسان مصنوعیه، میتسکی یه جورایی پسر اوروچیماروه. خب کسی که بروتو رو ندیدن، اون انیمه که 300 قسمت رو ندیدن، من خلاصه کنم پسر اوروچیماروه که حالا بروتو رو خورشید خودش میدونست داره این اتفاقی که افتاد کاواکی شده. حالا زیاد سرتونم درد نرم. بعد میگه فکر میکردم تا وقتی که خورشیدی هست که بهم بتابه نیازی نیست این چیزها رو بدونم. در واقع اکثر چیزا برام معنایی نداشتن از جمله خودم. تا الان میدم اشتباه میکردم. چقدر تیپ میتسکی بده. بذارت این آدمای حالا بلش کن. بریم صفحه بعد اینجا ادامه میده درسته چون اگه اول نتونم به خود باوری برسم چیزی که مهمه اینه که روشنای خورشیدم از دست میدم قبل از اینکه حتی متوجه بشم. بروتو کمکت کرد اینا رو بفهمی؟ به نظر اتفاق خوبی برات بوده. شاید حرفی که میخوام بزنم گستاخانه باشه ولی بعد اینجا میتسکی ادامه میده یه جوری ما شبیه هم هستیم. منم نمیدونم چرا کاواکی رو دوست دارم. این چیزیه که بهش میگن عشق. فکر کردن در موردش باعث میشه قلبت تندتر بزنه در حالی که پشتشه اصلا مهم نیست. ایده آدم میده واسه کسی مثل تو که به خاطر قابلیتم یک عشق اجباری بهش تحمیل شده قابل درک نیست. احتمالاً حق با توه. راستش ترسیده بودم وقتی حس کردم که فکر میکردم خورشیدم بوده ممکنه خورشیدم واقعیم نباشه ترسیدم که از دستش بدم. برای همین سعی کردم دیگه بهش فکر نکنم که اون واقعا خورشیدم هست یا نه. یعنی میخوای بگی که منم مثل تو هم فکر میکنی من یه دختر ساده رو هم که فقط دوست داره عاشق یکی باشه؟ بعد اینجا میتسکی میگه منظورم این نبود. شرمنده اگه اشتباه برداشت شد. ببخشید یکم حرفم گستاخانه بود. درست نمیدونم ولی میدونی الان چی تو ذهنمه؟ الان داریم راجع به عشق و عاشقی حرف میزنیم. چه درامایی. اینجا دیمون میگه ها. بعد بوته هم میتسکی هم میگه خجالت میکشه میگه خب اونقدر هم مهم نیست. خب باشه این ویدیو هم به پایان رسید. خیلی دوستتون دارم. ممنونم که لایک میکنید سابسکرایب میکنید. تا 2 روز دیگه که با ادامه این چپتر برگردیم مواظب خودتون باشید. بازم دوستتون دارم. خداحافظ.